الاینرهای شفاف به روزترین و مدرنترین روش درمان ارتودنسی. سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. چند ساله که در کشور خودمون این درمان تقریبا در بعضی از کلینیک ها داره انجام میشه و خیلی از بیماران متقاضی این نوع درمان ها هستن. خب الاینرها پلاک های شیشه ای هستن. من اینجا یه نمونهش رو بهتون نشون بدم. اینجور پلاک های شیشه ای هستن، جنسشون پلاستیک نیست و از پلی اتیلن ترفتالات گلایکول ساخته شده. خاصیتی که این الاینرها دارن اینه که دفرم نمیشن، یعنی رو سطح دندون که قرار میگیرن دندون رو در بر میگیرن از دو طرف، هم از سطح بیرون و هم از سطح داخل. وقتی رو سطح دندون قرار میگیره از دو طرف دندون رو کاور میکنه، طبیعتا فشار روی سطح بیشتری اعمال میشه، رو سطح کل دندون، و طبیعتا فشار بیشتر رو سطح بیشتر نیروی کمتری به دندون اعمال میشه و بیماران اکثرا نکته‌ای که اشاره میکنن میگن وقتی ما الاینر رو استفاده میکنیم دردی رو احساس نمیکنیم. آیا این میتونه دندون ما رو حرکت بده؟ چون یه سابقه ممکنه از درمان‌های قدیمی یا ارتودنسی ثابت داشته باشن. خب طبیعتا تو ارتودنسی ثابت از یه نقطه کوچیک رو سطح دندون اعمال نیرو میشه و دندون‌ها جابجا میشن. مزیت بعدیش بهداشتی، یعنی موقع غذا خوردن، مسواک زدن، این پلاک در میاد راحت، بیمار محدودیتی تو رژیم غذاییش نداره، این لایف استایلش خیلی تغییری نمیکنه. سعی ما پزشکان فعال در این حوزه اینه که بتونیم اطلاعات درستی در رابطه با درمان‌های الاینر و پلاک‌های شفاف بهتون ارائه بدیم که بتونه در آینده مورد استفادهتون قرار بگیره.